پسرم دردت کمتر شد؟ نه حالا هم درد دارد. صبر کن، میگذرد. دردت رو کم میکند. زن باید پرطاقت باشد. چی خلاف دیدی؟ پایت لغشید. میگویند که آهی دعای مظلوم آهسته آهسته اجابت می شود. انا بین علاقه آهی مظلوم سر شده است. مادر عاقبت دردی زیاد خوب نیست. شرف او را گرفته به بیمارخانه بر. بسیار خوب. ماشین یاری تجلی را جب زنید. هر کاری که میخواهید کردن گیرید. دیگر صبر کردن نمیتونم شرف. مایلش بیا رفتیم. ایست درد میکند. از دیگر دستم گیر. تیفلم خدایا باش چیزی نشده باشد. فهمیدم. زود باش. میرویم. آن چیست؟ در دست است. چیست خانم؟ هیچ چیزی نو در کار. من از کجا دانم؟ و فکرم کودک این رو نفهمیده افتاندند. یاسین، اینها در زمین چیکار میکنند؟ این مرمرها در زمین چیکار میکنند؟ یاسین، جواب ده. آمینه، آنها گناه ندارند. همش عیب خودم. سر و سیما میفرمادم که افتیدم. بیا رفتیم. میرویم. کمره اونا رو بید. او رو سردید و چایمونه. دست او رو نگیرید و خیلی و زنیشمونه دختر تو چی کار میکنی؟ این خیل نکن. تو نمیبینی که با کمک احتیاج دارد؟ بیا دخترم بیا. من رفتن گیرند. اگر بسرشون باز یکان حادثه آید باز از گریبانی ما میگیرند. شما کسی دست بچه میخواهید؟ خدایا با من کمک کن. از بچه میخواهید؟ مرا آرام گذارد. از بچه میخواهید؟ از اینجا دور شبه. زمین از اینجا. در کجا بودی پسرم؟ قریب دل کف میشدم. بعد از دست با رفیقانم کمی سروگشت کردیم.
جان اگر 10 دقیقه دیگر دیر میکردی من با پلیس میرفتم. چرا مرا عذاب میدی؟ با بازی آواره شده وقت را فراموش کردم. ستیل پرتو رو در دهن در فراموش کردی. تمام خانه رو بوی بد فرا گرفت. از این پس از مکتب راست به خانه. مایلش مادر بسیار گپ رو دراز نکنید. مرا بسیار افکارید. گوش کنید. سکوت علامتی ریزاست. مادامی که خاموش ایستاده اید معلوم که گناهاتو را قبول کرده اید. بابا آمینه گناهگار نیست. او یگان کار نکرده است. آنها را من به آنجا موندم. آقای خیردین کاری شدگی شد. کودکان رو عذاب نده. به این هم در حسرت مادر دلش ریش است. گوش کن خانم. نباید در این مسئله بی اهمیتی کنیم. بسیار هم مسئله مهم است. آیا فکر نکردی که این عملی زیشت به سرمان مصیبتی زیاد می آورد؟ آمینه را یک طرف می گذاریم. او کودک است اما تو کلانی آخر. برای از خونه رفتن این زن کردم. من به بیمارخانه رود و دیگر بر نگردد. نیتی از او خلاص شدن را داشتم. اگر میان یا گردنش می شکست یا یگان حادثه دیگر رخ می داد چی؟ در اینجا زندگی نکند. میدونم که جای آچه‌ام را گرفتنی است. میخواهم آچه‌ام زودتر برگردد. میخواهم که دادم او رو دست دارد. آچه‌ام رو دوست دارد. این خیل نیست. ما اجازت نمیدهیم که این خیل شود دخترم. دخترم هیچ کس جای مادر شما را نمیگیره. اگر خواهد هم گرفته نمیتونه. البته وعده داده بودید که یگان خانه یافته او را جواب بدید. وقتی او رود آچه‌ام باز برمیگردد. کاش او میمرد که تا اینکه ما از او خلاص نشویم. نبی رهایت احساسات شما را خوب درک می‌کنم، اما در زندگی یگان کار را با بدی درست کردن نمی شود. این را فراموش نکنید. شما کیسته؟ مایلش می آیم. خودت رو احتیاط کن. احتیاط میکنم. به فکرم دورو تاثیر میرسوند. دستم مهم نیست. اساس این که به فرزندمون یگان ضرر نرسیده باشد. پینار گپ رو درست نکن. سخن دختر رو شنیدی؟ شکر که حقیقت نبوده است. همه اینها در خیال من بوده است. خدایا من کمک کن.
شما کسی در اینجا چی کار میکنید؟ پشتی دوشو خودت میدونی برای گناهی کرده جواب میدی. من شما را نمیشناسم. شما کسی؟ از پشتی دوشو گناه میکنی جواب میدی. جواب میدی. صد شکر که خوب بوده است. گوش کنید. باری دیگر به شما میفرمانم مثلا الله یک قده را به ما امانت داد و فرض کنید که این قده وجودی ماست. قده دست ندارد کو. یک روی نکنه سخنهای بابایت رو گوش کن. و فرض کنید که آبی داخلی پیاله بوده جانی ماست. آقای خیلی چیکار میکنی؟ وقتی که شما به قده ضرر میدید آبی در درون آن بوده هم ضرر میبیند. یعنی جانی که الله به ما امانت داده است او را ضرر میرساند. آخر ما مجبور شده میخواستیم که این زن از خونه همون رود. میخواهیم که آچه همون به خونه همون برگرده. یاسین اگر این زن گناهکار هم باشد تو حق این کار را کردن را نداری. باز تکرار کنم انسان در زندگی نباید به عوض کاری بدی کند. تنها الله به انسان جان میدهد و جان انسان را میگیرد. هیچ بنده حق گرفتن جان دیگر کس را ندارد. کاری کرده گناهی بزرگ است پسرم. اگر پینار رفته به پالیس شکایت کند طبق قانون شما را همچون جنایتکار جزا میدهد. فهمو. حالا رفته در جایگاه خودتان خواب کنید. پیش از خواب برای خطاهای کردتان از خدا بخشش پرسید. خداوند بخشاینده است. شبی خوش. الله به شما آسودگی ببخشد. بازم این قدر درد و غمی که به سر تو آوردم فکر ما رو میکنی. تشکر. تو از من یگان چیز قرضدار نیستی. آخر تو نصف شب در بیمارخانه از برای من شده با دکترها آواره شدی. من این کارها را محض برای تو شده نمیکنم. کودکی تو محتاج کمک است. اگر با جای تو زن دیگر هم میشد من حتما با او کمک میکردم. کلی به این طرف خاموشی. سرد مرا کمی استراحت کن. خوشت به سرت آید. هرگز فکری بد رو مکن. نباشد دستات رو بسته در اینجا زندانی میکنم. و درون درا شین. زوری نکن. فهمیدم مکن. خاموش شو. بسیار گپ نزن. کمیسرم این اشیاءها از جزدان سرما ازگور یافته شده است. چیزهای زیادی داشته بوده است. از یک مغازه در شیله بوده خریداری کرده است. همان روزی گم شدن ینگام. او رو هم از شیله دستگیر کرده. عجایبی چرا این زن زود به شیله میرفته است؟ باید یگان سبب مهمی داشته باشد. تا حدی که حتی دخترش را نیز فراموش کرده است. این داروی چیست میدانی؟ نمیدونم اما در حال از اینترنت میفهمم. کوبوبین؟ نامش چیست؟ برای تبابت کسلی های عصب بوده است. انسان رو بیهوش و خوابش رو زیاد میکند. علاوه بر این باز آدمان رو خیالی میکرده است. یعنی همیشه در فکر و خیالات پرواز میکرده است.
است. با فکری تو سرما آزگور این دارو رو برای چی استفاده میبرد؟ آیا در حقیقت مشکلی به خوابی دارد؟ امشب همش رو میفهمی کمیسرم. تو او خواب نکند من خواب نمیروم. تو چی گناه کردی؟ دوست داشته شوهرم رو تیغ زدم. در نزد شوهرم ایستادم مرا بد نگاه میکرد. تو مرا با چشم بد نظر میکنی گفته تیغ رو به شکمش خوردم. او با بیمارخانه من باشم به زندان آمدم. کاش من هم در وقتش جانان رو میکشتم. حالا مجبور نمیشدم که اینجا باشم. نام آن زن جانان بود. انتقام میگیرم، اما نه تنها با کرد. هر روز از آنها یگون چیز کنده میگیرم. از آنها گفتی؟ آنها چند نفر هستند؟ قصه این موضوع دراز است. آخر وقتی زیاد داریم. خیلی نقل کن. با صحبت گذشتنی وقتمان رو نمیفهمیم. با فکری تو بهار سرما رو به گپ در آورده میتواند؟ مخصوص بهار رو پیشنهاد کردم. در این ساحه بهترین پلیس است. اصلا پلیس نه بلکه صنعتکار باید میشد. به هر حال باید کار را سنجیدن لازم میآید. یاسومان، از تو یک خواهش دارم. خدایا چی گناهی کرده باشم؟ چرا همه این بلاها به سر من می آید؟ چی خطایی کردم؟ خانم آمدن در راک شو. نه مایلش. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. باز به سرمون یگان بلای دیگر را نیاورده است؟ خوب است خوب است. دکترها دارو دادن کمی احوالش خوب شد. خدا شفا دهد. خدا راضی باشد. تشکر. از همه مهم طفل است. شکر خدا که او هم خوب است. شام بخیر پدر. او خدای توبه. چی شد؟ کسی زنگ زده است. در داخل بیمارخانه تلفن نمیگرفت. خیر میلش سحر زنگ میزنم. خانم یاسین و آمینه را گوی نزدم بیایند. از برای خدا آقای خیرین در این وقت شب کودک را از جایگاه خوابشون بیدار نکن. میلش فهمیدم. در حال با چشمی بد نگاه نکن. چی شد؟ میدانی این کار را یاسین کرده بود است. یاسین کرد گفتید؟ آخر تو گفتی که سرم چرخ زد و افتیدم. تو چی کار کردن را میدانی؟ اگر فلج میشد یا اینکه میمرد؟ شرف داد نزن. آخر او کودک است. تو کاردار نشو. این کاری کرده ای تو جنایت حساب میشود. در وقتش من هم این حادثه ها رو پس سر کرده بودم. پدرم مادرم رو از پشت یک زن ترک کرده رفت. من فریده رو ترک نکردم، فریده مرا ترک کرد. در کاری کرده یاسین نباید چشم پوشیم دخترم. او خطای خود را فهمید. حالا باشد از تو عذر میخواهد. همین خیلی نه یاسین؟ عذر میخوام. مایلا شیرینکم دیگر خودت رو گناهکار میساب. من که ها باز تو رو بخشیده بودم. من هم در این کار شریک بودم. باید عذر میپرسیدم. نه که نمیپرسم. آمینه
پلیس رفته شکایت میکنه؟ البته که نمیکنم. من میخوام که با شما دوست شوم. اگر شما نخواهید هم طفلی در بطن من بوده خواهر یا دادر شما میشود. خدا نشانه دهد. استغفرالله. چرا مرا دعوت کردی؟ من گفته نمیتوانم که ینگم با خواست خودشان رفته باشند. گفته بودی که مکتوبی الویدا روان کرد. مکتوب را چندین مرتبه خواندم. گمان ندارم که مکتوب را ینگم خودشان نوشته باشند. به فکرم او را برای مکتوب نوشتن مجبور کردند. آخر یگان مرتبه هم به کودکانشان زنگ نزده است. راست میگویید. همه ما میدانستیم که او همیشه غمخوری فرزندانش بود. گوش کنید. هرگاهی که ما گفتگو عمل جنایتی میکنیم یک نکته رو به نظر میگیریم. آیا این جنایت به نفع کیست؟ و ناپدید گشتن ینگم در این جنایت به نفع کیست؟ همیشه این رو فکر میکنم. البته که به نفع سرما و دخترش پینور. بله. محض برای همین از شما التجا میکنم که با سرما صحبت کنید. شاید غضبناک شده از دهانش یگان سخن به نفع ما برآید. شاید به این وسیله معلومات رو از او گرفته توانیم. مرحمت. خانم رو به درون درورید. نهایت به مکانی لایقت رسیدی. مرا گوش کن. چرا به اینجا آمدی؟ برای عذر خواستن مگر؟ باید تو عذر خواهی یا اینکه من؟ ای زنی بی عقل، تو تماما دیوانه شده ای. آیا میدانی که تو در زندانی؟ وقتی که خلاص شوم قسم رو با تو ادامه میدیم. غمش رو نخور. مرا گوش کن. 2 روز شد که دخترم نیست. بی نام و نشان غیب زده است. با او چی کردی؟ فریده کجاست گبزن؟ فریده در کجاست؟ فریده در کجاست؟ از کجا دانم؟ از شوهرش پرس که دختر در کجاست. وقتی پینا رو به خانه قبول کردن باید فکر میکردی. من تو رو خوب میدونم. همه این کارها نقشه های تو میباشد. در وجودت چنان علم غرضناکی داری که برای انتقام گرفتن تمامی کاری بد را انجام میدی. برای انتقام گرفتن نه. هر کاری که میکنم برای خوبی دخترم و نبیرم میکنم. همون خیلی که تو فکری دختر و نبیرت رو میکنی من هم فکری اونها رو میکنم. کودکانی شیرینم، جانکانی مادر. آنها رو مانده آمدن فکر میکنند که من آنها رو ترک کردم. اوچا جان؟ بچه هایم اوچا جان چرا شما رو تنها گذاشتی؟ من شما رو اصلا تنها نگذاشتم. حتی این فکر رو در سرم نداشتم. آیا ما یاد نکردی؟ جانکانی مادر البته یاد کردم. در حسرت شما مردم. کنی سرت رو برداره تا رویت رو ببینم خواهش میکنم. با چشمان شما چی شد؟ این رو کی کرد؟ شما ما رو نبینا کردید چه؟ من نکردم این کارو. اوچا جان در کجای شما رو نمیبینی؟ فرزندهایم. بخیر است. در برلوی کت بازی کردن رو بیننده. ما بازی نمیکنیم. پس چیکار میکنید؟ کنی آنها رو برارید. کنی ما تیار دیده ایستاده ایم. تا رفتنی آن زن ما در خونه همین خیلی سر و گشت میکنیم. برای اون که دیگر اون زن رو دیده نمیخواهیم. نه گویا که ما در حسرت روی خنوکی او مرده باشیم. کنی خوب روید. کنی زودتر. آوازتون نبر اومده. خوب روید. آفرین. چشمانتون رو پوشیده خواب کنید. اما همین طور. شبی خوش. خلای مقبول مرا ببخشید. من چشمانم این طب نگاه نکنید. با امانت خیانت کردی. پولی که به نابیناها خیر کردن داشتم به نفع خودت استفاده بودی.
من گناهکارم فهمیدم. من مانع شفای چندین شخصانی نوبینا شدم. برای همین اینقدر مصیبت به سرم اومده است. بله، کانی رقم را جستجو کنم. شرف افگیل. فهمم رقم تلفن با نام شرف افگیل بوده است. رقم خانه‌اشون با نام خیرالدین افگیل است. دو رقم داشتند. نسب هر دویشان یک بوده است. اون زن رقم تلفن را خطا گفت، اما رقم ها درست برآمدند. یک مرتبه دیگر زنگ میزنم. عجب یگون کس خبردار هست که این زن رو دزدیدند. خواطر میشده باشند. یا زنگ زده یگون کس پرسیده باشد. پسرم چرا خود به خود گپ زده ایستاده؟ درس تاریخ رو تیار کرده ایستادم. خونده ایستادم. کنی رفته خواب کن، دیر شد. مایلش خوب میکنم. گفتم که فهمیدم خوب میکنم. من تلفنت رو با خودم میبرم. شبی خوش پسرم. خدای مقبوله، مرا ببخشید، خواهش میکنم. شخصانی نابینا را جراحی میکنم، التجا میکنم به من این خیل نگاه نکنید. تو باید به آن نابیناها کمک میکردی، اما نکردی. تو از من قرض داری. مانده نباشید. رحمت قماندان. 2 دانه شاورما تیار کن. خوب شده است. ببخشید 1 دانه شاورما تیار کنید. خوب شده است اکا. برادر این هفته یک زن یک چند مرتبه با یک ماشین سرخ اومد. آیا اهمیت دادی؟ ها اومد. به خاطر دارم. زنی که موی زرد داشت. آفرین، به خاطر داوردی؟ اگر از همین گرد و اطراف میشد او را حتما میشناختم. یعنی من حیران شدم که او اینجا چیکار میکرده باشد. آیا همراهی او یگام زنی دیگر بود مگر؟ نه. فهمو. ما شخصانی بیگانه را در حال میشناسیم. یک جوان 14-15 ساله سوار موتورسیکل به دکان ما اومد. گفت که یک زنی فرار شده رو میجویم. هر گونه سوال داد. نفهمیدم. چه خیلی سوال داد؟ از یک کلبچه سخن کرد. در اونجا کسی رو محکم کردند. در یک مکانی سیر درخت گفت. لیکن سراغای اون کلبچه رو نمیدانسته است. همه جا پر از درخت بوده است. در این جاها بسیار کلبچه میباشد. آیا نام پسر رو یا تلفنش رو گرفتید؟ نه، بسیار سراسیمه بود. رقم موتورسیکلش رو دیدید؟ راست دیگه به اهمیت ندادم. اگر میفهمیدم که کودک راست میگوید حتما به نزد شما روانش میکردم. امیر کمیسر، در محل شیلی از یک صاحب دکان عجایب اخبارات گرفتیم. آقای خیرالدین یک پیاله چای دیگر می نوشید؟ خانم لازم نه، تشکر. اون بچه کی بوده است؟ معلوم کردید؟ این چی بوده است؟ آه یاسین، یک دانه دیگر در اینجا مانده است. یا پروردگار، کی کنده باشد؟ نفهمیدم با تلفن چیکار میکنن. خوب شده است علی. فهمیدم. از ینگام یگان خبر هست؟ زنگ زده از حال کودکانش پرسان شدی یا نه؟ زنگ نزده است. کاش زنگ زده پرسان میشد. اگر تلفن هم میکرد گپ زده نمیتونست. سیم تلفن کنده شده است. با خدا که حاضر رو پیوست کردم. پیالات رو تپسرم. سیم تلفن رو کندند مگر؟
کی мекунад модар؟ من از کجا دانم؟ از پس کدام اینها روزی دراز امتحان کرده گردم یا پروردگار؟ падар шумо полис будед, маро мефаҳмед. ин кор бисёр ҳам шубҳанок аст. оё таваҷҷӯҳатро ягон чиз ҷалб накард? ҷуздони модари пиноро аз як ошхонаи маҳаллаи шиле ёфтаам. пай дар пай якчанд рӯз ба он ҷо рафтааст. шояд аз полис пинҳон шуда бошад. соҳиби дукон аз як бачае сухан кардааст. вай бача соҳиби дуконро гуфтааст ки занеро дуздидаанд. амир, ту ҳамаро ба ман хубтар фаҳмон. ман аз сурма гумонбарам, падар. шояд янгамро ӯ дуздида бошад. аз дасти ин зан ҳамаи корҳоро интизор шудам мумкин аст. замоне ки ҷиноятҳояшро шуморидан гӯшҳоям бовар накард. ҳатто вақтҳои охир бар алайҳи мо ҳам чандин амали бадро анҷом додааст. дар зиндон як зани полисро вазифадор кардам ки ҳамроҳи ӯ истад. шояд ягон хабар аз ӯ гирифта тавонем, падар. хуб кардӣ. خداوندا تو بزرگ هستی. به ما کمک کن، به بیچارگان قوت و درمان نصیب کن. هیچ کس را از رحم و شفقتت محروم نگردان خدایا. پروردگارا، به نامت قسم یاد میکنم که در این قسم مرا استوار گردان. اگر از اینجا برایم با لطف و کرم خودت آن پول را به بیچارگان بر میگردانم. با دقت باش امینا. مالا شکر. با دقت باش امینا. احتیاط کن. مالش. تا حال بازی شما تمام نشده است. زودتر متاها رو از رویتان دور کنید. پسرم خودش چی گفت؟ وقتی مکتب رفتن شده است شما بازی میکنید، در نمیمونید. ما بازی نمیکنیم. تا رفتن این زن از خونه چشمانم رو بسته سیر و گشت میکنیم. مرا دیوانه نکنید. کنید اینجا روید. روید. بچه‌ها کنی اینجا بیایید. من به شما چی گفته بودم؟ آخر با این کاری کرده‌تان مادرتان را برگردانده نمیتوانید. اگر مادرتان این کاری شما را بیند امینم که بسیار هم ناراحت می شود. با اجازت شما من میروم. اینقدر بر وقت کجا میروی؟ به امنیت میروم. با دیدار مادرم امروز تا فردا او را به دادگاه میکشند. یگان ادوکات میکوبم. نمیدونم چیکار کنم. پول هم ندارم. خیر دیر مانده مگر نگران نشوید. خدا توبه، گویا که در حسرت رویش مرده باشه. کنی آمدن نانشته کنید. بیایید. با تو چی شد؟ حالت خوب است؟ سرم درد میکند. چشمایم را گشوده نمیتوانم. از بیخوبی زیاد سر درد میکند. بیا با تو دارو دهم، دردش میگذرد. نه نمیخواهم. از شب اینجا نیب یک چند دارو خوردم، تاثیر هم نکرد. پسری خردککم برای غضب کردنی پدرش پسرم را دزدیدند. خدا میداند حالا او در کجا باشد. پسرم بسیار میترسد. از پشت گناه های پدر فرزند عذاب میکشد. آن مردی با تو خانه‌دار میشود مگر با تو کمک نمیکند؟ وای کمک میکند لیکن او خبر ندارد که من قبلا خانه‌دار شده صاحب یک فرزند هستم. چی؟ به این همون قدر خوب نیستم. این گپ را با او گفته نتوانستم. چه خیل با او گویم که از یک مرد زندانی فرزند دارم. گفته نتوانستم. این خیل باشه چی کار میکنی؟
در اصل یاشار غالب رو خیلی خوب میشناسد. با اتیلا گفتم که او رو نمیشناسم. کوثر خانم، آیا با من کمک میکنی؟ البته که میکنم، لیکن مقصدت رو نفهمیدم. مراد پسری اکام است میگویم. باز با او میگویم که اتیلا اکام و مراد باشد فرزندی او هست. این خیلی گویم یاشار کمک میکرده باشد. نمیدونم آخیر. مرحمت دارید. پینور؟ چی شد؟ چرا اومدی؟ مگر یگان واقع روی داد؟ بله، امیر این زن رو در نزد شما مونده است. وای پلیس است. میخواد که از شما گپ گیرد. امیر از شما شبهه دارد. انا گپ در کجا بوده است؟ مرا همیشه به گپ میدرارد. خدا رو شکر که به او چیزی نگفتم. امیر شما رو به آسانی رها نمیکند. در محله شیله با مردم صحبت کرده است. این خیلی نگوی. پیش روی آنها رو گیر تا که فرید رو نیابند. نباشد حیاتمان میسوزد. با این احوال هیچ کار کرده نمیتوانم. تو به نزدیک کمال رفت. او به تو کمک میکند. چند ماه شد که او رو نگاه بین میکنی. اقلا در این کار به ما یاری رساند و تو ماشین دهد. رفته او را از آنجا گیر. باید تا اینده مرده رفته باشد یا شاید زنده باشد. چاره‌اش رو خودت بین. کلید را از کجا پیدا کنم؟ کلیدها در دهلیز، در بالای ایوان. خانه را کمال میداند. زودتر رو. انتظار نشو. وقتت رو اینجا صرف نکن. تا دیدار. خوب. یاری دید. یگان کس باشد یاری رسانید. مرحمت. چی گپ شد؟ لیلا جون اینقدر غمگین می نمایی؟ یاشار شناس شو. کوثر ینگم زنی اکام می باشد. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت، گذشتین. چی شد است؟ چرا گریه کردی؟ گپ زن آخیر. مرا هم غمگین کردی؟ چی خیل گفتنم را نمیدونم. بخیر است آخیر؟ آیا یگان حادثه ناخوش شده است؟ اکام در زندان است. در زندان؟ ینگه جان نمیدونستم. به خدا. خداوند مدد کند. تشکر. با اکت چی شده است؟ غالب گفتنی آدم است کو؟ نامش از سرش ماند. اتیلا رو، یعنی پسری اکام رو دزدیده است تا اینکه کاری آنها رو اجرا کند. جیانا مراد رو. چی؟ جیانت رو؟ چی خیل کرده است؟ کودک رو؟ این کودک جیانی تو است مگر؟ خواهش میکنم با ما کمک کنید. پسرم رو از دست آنها نجات دهید. از برای الله کمکم کنید. پسرم رو نجات دهید. یاشار بسیار هم ناچار شدیم. با ما کمک میکنی؟ البته جانم کمک میکنم. نمیدونیم چی کار کنیم. از دستمون هیچ چیز نمی آید. پسرم حالا در کجاست؟ خدا میدوند در دست کیست. نه شما همه او را نخورید. خوب است. یعنی حالی او خوب است. نباشد وقت رو بیهوده صرف نکنیم. من رفته یک بینم.
با غالب گپ زنان کنم؟ کنی از دست ما چی میآید؟ شما اینجا انتظار خبر شوید. یاشار التجا میکنم با ما خبر ده. رحمت خدا از شما راضی باشد. نمیارزد اپا جان. از من انتظار خبر شوید. مرحمت. نوش جانتون باشد. تشکر. مرحمت. مادرم گفتن که تو با من کمک میکنی. سخن خانم سرما برای من فرمان است. موضوع چیست؟ فریده. چندین ماه شد که جانان گفتنی زن رو نظارت میکنم، دختری اون نیست مگر؟ بله اوست. مادرم او رو دزدیده در محله شیله پنهان کرده است. مکانش رو من یافته بودم. اویلاش در کوفتوکوبی او است. باید پیش راه آنها رو بگیری. هر کاری که خواهی میکنم. عین حال ماشینت رو میخواهم. من از پای کار باید شوم. مایلش. مرحمت گیر. زنگ تلفنی مرا انتظار شو. اگر یکم خبر شود با تو زنگ میزنم. خوب فهمیدم. پروردگار و من کمک کن تا از اینجا برایم. سلام. اینجا پر از آدم است. من کمتر کار دارم. باید یکان راهی دیگر یابم. یاشار سرت را کار فرما. سرت را به کار درار. شما دیوانه شدید؟ از خانه گریخته با بالای قلعه میبرید؟ پینا را از این پایا با پایان تله کردید؟ شما چیکار کردنی هستید؟ بچه ها میفهمم که مادرتان رو بسیار یاد کردید، لیکن پدرتان هم راست میگوید. با گپای او گوش دهید. شما با پینا را بدی کردید، اما او باشد شما را بخشید. این خطاهاتون رو دیگر هرگز تکرار نکنید. امک، اگر اون زن ما رو با پلیس شکایت میکرد شما ما رو خلاص میکردید؟ خلاص نمیکردم. اگر خیش و تبار گناهگار باشد هم او را دستگیر کرده به امنیت تسلیم میکنم. جانگان پدر شنیدید؟ به هیچ کس باور نکنید، از راهی راست بیرون نروید. خیر مایلش، خداوند به شما ذهن ذکی نصیب کند. اکا شما هم خودتان را به دست گیرید. رو افتاده نشوید. باید آرام باشید. خصوصا در نزد بچه‌هایتان خودتان رو به دست گیرید. سرم به درد اومد. ای فریده برای چی رفتی؟